برداشتن سنگ‌های بزرگ به تنهایی کار سختیه. به خاطر همین بشر از همون اول رفت سراغ همکاری و کار گروهی. الان هم روانشناسا توصیه میکنن که از همون کودکی بچه‌ها رو تو موقعیتی قرار بدیم که کار گروهی رو یاد بگیرن. تو کار گروهی بچه‌ها مجبور میشن با همدیگه حرف بزنن و همین گفتگو مهارت شنیدن و شنیده شدن بچه‌ها رو تقویت میکنه. اونا تو کار گروهی یاد میگیرن هر وقت دیدن یه کاری خیلی بزرگه اونو تقسیم کنن به کارهای کوچیک‌تر و هر کدوم بشن مسئول انجام یکی از کارا. چون اینجوری سختی کار کم میشه و دقت کار زیاد. کار گروهی فرصت خوبه تا بچه‌ها یاد بگیرن که کار درست و اشتباهشون توی گروه میتونه رو کار بقیه اعضای گروه هم تأثیر بذاره. اونا تو کار گروهی با همگروهی هاشون برای رسیدن به یه هدفی تلاش میکنن. اگه به هدفشون برسن پیروزی رو تجربه میکنن و اگه به هدفشون نرسن شکست رو تجربه میکنن و یاد میگیرن دوباره و دوباره برای رسیدن به اون هدف تلاش کنن. بهترین راه هم برای یاد گرفتن مهارت کار گروهی تو بچه‌ها بازی‌های جمعی با همسن و سالا یا سرگرمی‌های جمعی ساده با اعضای خانواده است. مثل پختن یک کیک دسته جمعی